سلام بچه ها، امروز میخوایم اتک زدن تنحال 9 به شما آموزش بدیم و حواستون باشه با این ترکیبی که من میزنم بهترین ترکیبتون تنحال 9. اینو میذارید کوینو مینیون ها ببخشید شاید مینیون ها این قدرت ها این قدرت ها. حالا شما بیا 10 تا دراگ بذار و توی مجون ها 7 تا رعد و برق و یه دونه خشم. شما میتونی 6 تا رعد و برق بزنی یه دونه اینا بزنی، 6 تا رعد و برق بزنی یه دونه اینا بزنی، یه دونه اینا بزنی، یه دونه اینا بزنی، هر چی دوست داری بردار. خب ولی من اینو برمیدارم دیگه، یه ذره بهتره. خب بریم حمله کنیم. ببین با این ترکیب همه رو میتونیم 3 ستاره کنیم. این الان 2 ستاره میشه ولی 3 فکر نکنم. وای اینقدر بدم میاد این وری میره. این 3 تا میفرستیم پشتیبان این کمکشون، 3 تا میفرستیم اینجا چون این میتونه هوایی بزنه. اینو میزنیم این سمت پولاش دراگونایی که مونده رو بزنید بهتره. چرا؟ برای اینکه دیگه سریعتر تموم میشه دیگه، پولتون هم جمع میکنید. همین به همین راحتی پولتون هم جمع میکنید و راحت توی این تورم باشه کارتون. داره میزنه بزنه خیلی یس. خب بچه ما این ترکیب میتونیم 3 ستاره کنیم. شاه مینیون ها رو این قسمت قرار میدید، 3 تا دراگ گسترش میزنید. خب میایید اینجا که کوینش رو گذاشته 3 تا قرار میدید و هر چی دراگ موند رو سمت پولاش بریزید، یا میخوای سمت تنحال هم میتونید بریزید. بعدش بچه گوشه ها رو نگاه کنید. اگه مثل من حوصله ندارید 3 ساعت منتظر بمونید تا اینو برسم به گوشه ها، یه دونه گوشی رها کنید، یه دونه گوشه رها کنید. همین. خب بچه ها سابسکرایب دنبالم کنید، دنبالتون میکنم. لایک هم کنید، لایکتون میکنم. تا بعدن.